میگن که در ما و شما که خدا زده باشه او راه زده نباشه. وقتی انسان خدا زد دیگر ارواح او را مددگار میشود. نقطون یک همین سخن گوش اندازین. از همه مشکل ترین خدا زدن است. وقتی خدا کی زد از دست ارواح چی می آید؟ این مثل همون سخنهای ما و شما که از جامون میخیزیم یا علی شیری خدا گفته مثل شیعه هاواری، ولی بسیاری از ما و شما این عادت داریم از جامون که خیزیم یا علی شیری خدا مدد کن. این کفر است، این شرک است. از جات که میخیزی یا الله مینشینی یا الله پیرا مدد کن، پیرها مدد کردن نمیتونن، خدا مدد کن. اینا هست باید این کلمه ها باید از زبان ما و شما دور شود. اینم به منزله امین است. پیرها مدد ما میکنن. اگر ما و شما نزدشان رویم تعلیم گیریم، تفسیر قرآن خوانیم، تفسیر احادیث ها خوانیم، مدد از همین خودش یاردم کردن از ثواب میگیرن. لیکن از اونها مدد طلب کردن در ما حق نداریم. اگر خواجه شود از بنده راضی، به او یار است استقبال ماضی. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. اگر خدا از تو ناراضی شد، اگر خدا که تو را زد، دیگر دنیا و قیامت در تو هیچ دوست برای خودت یافته نمیتانی. حضرت گفتند همین مسئله را هم خیلی با دقت باشین. علی شیری خدا گفته از جا خیستن، از حضرت علی مدد طلب کردن یا باهودین بلاگردان، اینا از ما نیست برادرای عزیز. اینا از اسلام نیستند. خیستین الله گفته از جاتون خیزین، نشستین الله گفته. هر کاری را که شروع میکنین به نام الله گفته شروع کنین، انشاءالله برکت میابین. استاد عزیز، همین 4 مصرع خطی که من نوشتم اگر در درآمدگاه مسجد می نوشتید از ما تبرکانه خوب میشد. بسم الله.